خب اصول patient centered interview یعنی صحبت با بیمار با محوریت و مرکزیت بیمار. خیلی وقتها در کلینیکال پرکتیس یک فاصله ای وجود داره بین پرسپشن های بیمار و اون چیزهایی که از نظر بیمار اهمیت دارن و اون چیزهایی که اولویت پزشک معالج هستن در درمان بیمار. برای مثال ممکنه بیمار مبتلا به یک بیماری مزمنی سیمتوم های ایمیدیتش، سیمتوم های روزانش که فعالیت های روزانش رو تحت تاثیر قرار میدن خیلی براش بولد باشه و مهم باشه، در حالی که پزشک ممکنه بیشتر عوارض لانگ ترم بیماری و پیامدهای طولانی مدت مد نظرش باشه. در اینجاها به جای این که پزشک سر جای خودش با وایسه و سعی بکنه بیمار رو به سمت خودش بکشه، باید حرکت بکنه و بره به اون جایی که بیمار هست، پرسپشن ها و ویو پوینت های بیمار رو اکنالج بکنه، ولیدیت بکنه نگرانی هایی که بیمار داره. اگر نه تونش به نظر دیسمیسیو و ایگنورینگ خواهد اومد. یعنی تجربه‌ای که بیمار خواهد داشت این بودی که این ارزشی برای من قائل نشد یا اهمیت به مشکلات من نداد. پس خیلی مهم هست که حس بیمار به خصوص در اون انکاونترهای اول این باشه که حرفا و صحبتهای من شنیده شدن، کانسرنهای من اکنالج شده. بعد از اون پزشک میتونه یک دیسکاشنی رو با بیمار آغاز بکنه که البته تونش باید کلابوریتیو باشه و جاجمنتال و کانفرانتیشنال نباشه و آروم آروم به سمت حل کانسرن ها و اصلاح میسکانسپشن های احتمالی با همدیگه پیش بره. این اپروچ پیشگیری میکنه از قضاوت ها، گفته ها و تصمیمات پریمچور و وانسایدد پزشک که گفتیم مخالف ایجاد راپور و مخالف برقراری تراپیوتیک الاینس هست و باعث احساس اطمینان بخشی در بیمار میشه و همین قضیه باعث خواهد شد که بعداً بیمار ادهیرنس بهتری هم به درمان ها داشته باشه، چون در پروسه تصمیم گیری برای این درمان ها خودش دخیل بوده و در نتیجه در نهایت آوتکام های بهتری رو خواهد داشت. یکی از مهارت های خیلی مهم در شروع اینترویوی بیماران سوالات اوپن اندد هست. سوالات اوپن اندد یعنی اینکه به جای اینکه بخوایم و در واقع پزشک بخواد خودش رو مثلا متوجه نشون بده، بگه که من از شما از در که وارد شدی فهمیدم مثلا چته، که باز یک اپروچی هست که خیلی وقتها پزشکان ترغیب میشن که اتخاذ بکنن. از بیمار بپرسه و نیازی نیست همون اول به قول معروف بزنه وسط خال، مثلا از در که میاد تو آها مشکلت اینه نه. این سوال یک سوال کلوز اندد هست که جوابش یس نوه. یعنی آقا آره شما مثلا کمردرد داری. این که شروع دیسکاشن به این صورت کلوز اندد باشه، همون لحظه باعث میشه که نصف صحبت هایی که این بیمار میخواسته بکنه و توی ذهنش داشته از ذهنش بپره یا مسیرش مسدود بشه و کانورسیشن رو در یک بایاس پزشک پیش ببره. یا مثلا یه بیماری میاد که داروهاشو درست مصرف نکرده، حالا یا تو آزمایشاش مشخص میشه یا خود بیمار میاد میگه که
آره مثلا داروهامو درست مصرفی آدم نگاه میکنه، قرصاش میبینه مثلا قرصایی که قرار بوده توی 3 ماه گذشته مثلا به اتمام برسه نصفش باقی مونده. باز اینجا از جانب پزشک پریمچور هست که بگه آها این قرصا رو مثلا گرون بوده نگه داشتی که مثلا مصرف نکنی یا کمتر مصرف کنی که تموم نشه. این خب یکی از دلایل نان ادهرنس ممکنه قیمت دارو باشه، ولی مطرح کردن این ایده از جانب پزشک قبل از اینکه بیمار دعوت به صحبت بشه با یک پرامپت اوپن اندد خیلی پریمچور هست و دیسکاشن در مورد نان ادهرنس به دارو رو خراب خواهد کرد. پزشک باید بدونه که نان ادهرنس بیمار تشخیص افتراقی های خیلی مختلفی داره. ممکنه عوارض دارو اذیتش میکنه، ممکنه هزینهش بله بالا هست و دوست نداره که زود داروهاش تموم بشه، ممکنه فراموش کرده، یا ممکنه اهمیت مرتب خوردن دارو رو درست بیمار درک نکرده باشه. مثلا فکر بکنه که همین قدری که سیمپتوم های روزمرهش الیوییت میشن نقش این دارو همین هست و وقتی سیمپتومی نداره نیازی هم به مصرف دارو نداره. میسکانسپشنی داره که باید اصلاح بشه. پس در شروع دیسکاشن ما باید سوالمون اوپن اندد باشه و نباید یک کدوم از اینها رو بر اساس بایاس خودمون به عنوان دلیل مصرف نکردن دارو به صورت کلوز اندد مطرح بکنیم و اسکوپ بحث رو محدود بکنیم. که خب حالا در ادامه مثال هایی از اصول پیشنت سنترد اینترویو و اینکه در عمل چجوری میشه انجامش داد رو مرور میکنیم. خب یه آقای 62 ساله‌ای میاد مطب پزشک به همراه همسرش با چیف کامپلینت درد قفسه سینه اپیزودیک توی 1-2 ماه گذشته. پزشک اولین کاری که میکنه خب خودش رو معرفی میکنه و میپرسه که الان احساس درد، احساس ناراحتی داره یا نداره، که بیمارم جواب میده نه، الان درد قفسه سینه نداره. اینجا به جای اینکه بیمار کانورسیشن رو به دست بگیره، همسر بیمار کانورسیشن رو در واقع هایجک میکنه و شروع میکنه گفتن که آقای دکتر این همسر من لیست داروهاشو آورده که شما نگاه بکنین، بهش توضیح بدین و من فکر نمی کنم که همسرم داروهاش رو مرتب مصرف بکنه. خب در اینجا واکنش دکتر خب اولین باید باشه که تشکر میکنه از همسر بیمار برای کانتریبیوشنی که به بحث داشته و لیست داروها رو ازش میگیره. حالا در ادامه این مسیر چه اقدامی باید انجام بده؟ خب یکی از پیچیدگی ها و البته جذابیت های این مباحث اخلاق پزشکی این هست که برخلاف خیلی از دومین های دیگه اینجا ما یک آرمامنتاریوم خیلی وسیع داریم و بالقوه کارهای خیلی زیادی میتونیم انجام بدیم در پاسخ به اتفاقاتی که میفته و در این مباحث تلاشمون این هست که ببینیم کدوم از این کارها اخلاقی تر هستن، درست تر هستن و بیشتر کاندوسیو هستن به ارتباط مؤثر و مناسب بین پزشک و بیمار. برای مثال توی همین مثال همسر بیمار ما کارهای مختلفی میتونیم بکنیم. مثلا یه آپشن این هست که اصلا کلا ایگنور بکنیم گفته های همسر بیمار. یه آپشن دیگه این هست که اصلا این آپشن رو ما داریم و خیلی جاهم اخلاقی هست که با بیمار تنها صحبت بکنیم.
یه آپشن دیگه این هست که نه اتفاقا وزن بدیم به گفته هایی که همسر بیمار میده و اینکه چه وزنی بدیم باز گریدهای مختلفی داره. مثلا وزن بدیم فقط در این حد که با بیمار دابل چک بکنیم که درست میگه آقا واقعا شما داروهاتو درست مصرف نمی کنی، یا این قسمتش که درست میگه رو به عنوان فکت در نظر بگیریم و یه پله توی این رابیت هولی که همسر بیمار در شروع این کانورسیشن برای ما کنده عمیق‌تر فرو بریم. یعنی اینو دانسته در نظر بگیریم که خب همسرش گفت داروهاشو درست مصرف نمی‌کنه، پس اینکه داروهاشو درست مصرف نمی‌کنه، پس الان سوال من باید این باشه که اصلا اوپن اند بپرسم که واقعا فکر میکنی دلیل این که داروهاتو خوب مصرف نمی‌کنی چی هست، یا خیلی تو این رابیت هول عمیق‌تر بشیم و یکی از نوهای روابط پزشک و بیمار رو انجام بدیم، یعنی برخورد کانفرانتیشنال و جاجمنتال و کاندیسندینگ بگیریم که واقعا مثلا انتظار داری حالت هم خوبم بشه با این وضع مصرف کردن دارو، یعنی بیایم و یه الاینس قوی با همسر بیمار همینجا اول کاری بر ضد بیمار تشکیل بدیم و دوچار خجالتش بکنیم، دوچار شرمندگیش بکنیم، تخطئش بکنیم. تمام اینها به نظر میاد اشتباهه، چون این بیمار که اومده الان با شکایت چست پین، ما یک پلنی باید در ذهنمون باشه به عنوان پزشک که بیماری که با چست پین به ما مراجعه میکنه ما باید اول قبل از اینکه بریم سراغ داروها و حالا ببینیم که مثلا پس مدیکال هیستوری و دراگ هیستوری و اینا چیه، هیستوری آف پرزنت ایلنس باید بپرسیم از این. در نتیجه باید کانورسیشن رو یک جوری ریدایرکت بکنیم به درد قفسه سینه بیمار و یکی این که پرزنت ایلنس بهتری از بیمار کسب بکنیم و یکی این که بیشتر خود بیمار رو ترغیب به سخن گفتن بکنیم تا اینکه همسر بیمار کانورسیشن رو در دست بگیره. ولی خب این نکته مهم هست که خیلی وقتها ما این کلاترال اینفورمیشن هایی که از فامیل، دوستان، اطرافیان میگیریم برامون اهمیت داره. یعنی یک جایی توی این بحث این گفته یه همسر بیمار که این بیمار داروهاش رو درست مصرف نمیکنه شاید یه جایگاهی داشته باشه و یک جایی این رابیت هوله واقعا باید وجود داشته باشه و از بیمار در مورد نحوه مصرف داروش سوال پرسیده بشه و بالقوه ازش پرسیده بشه که چرا فکر میکنی همسرت همچین دیدی داره که داروهات رو درست مصرف نمیکنی. ولی جای این بحث فعلا اینجا نیست. باز ما نمیتونیم به صورت وان سایدد همین که همسر بیمار دیدیم داره کانورسیشن رو هایجک بکنه پیشنهاد بدیم که خوب ما تنها صحبت بکنیم و همسر شما رو موقتا از این کانورسیشن خارج بکن. این هم باید چیزی باشه که اگر قرار هست همچین اتفاقی بیفته پیشنهادش از جانب بیمار باشه، چون اگر از جانب ما این قضیه پرایمریلی مطرح بشه همسر بیمار رو الینییت کردیم، در حالی که ما بالقوه شاید بیمار اصلا آپشنش این باشه که بخواد همسرش در ادامه مصاحبه حضور داشته باشه، توی پروسه های تشخیص و درمانش نقش مؤثری ایفا بکنه که احتمال بیشتر هم این هست که با همسرش پا شدن اومدن و اون وقت ما باید این تراپیوتیک الاینس رو نه تنها با بیمار که با همسرش هم حفظ بکنیم و اینکه همین اول بحث این رو ایلینیت بکنیم و از بحث بخوایم بندازیمش بیرون چیزی هست که در نهایت به ضرر تراپیوتیک الاینس خواهد شد. پس بهترین جمله‌ای که بشه به این بیمار در این مرحله گفت اولا اینه که صحبت‌های همسرش رو اکنالج بکنیم، تشکر بکنیم ازش و بعد یه اشاره خفیفی به صحبت همسرش بکنیم ولی بحث رو ریدایرکت بکنیم فعلا به پرسپکتیو خود بیمار
و یک سری چیزها رو هم این وسط ایگنور بکنیم، از جمله فعلا کوئسچن این که آیا بیمار میخواد تنها صحبت بکنیم یا نمیخواد رو فعلا توی این مرحله ای که بیمار با همسرش دوتایی پا شدن اومدن فعلا میشه مسکوت گذاشت. نیاز نیست تمام این مشکل پیچیده رو یک جا ادرس بکنیم. فعلا برمیگردیم به پرسپکتیو خود بیمار و باز میبینیم در ادامه چه اتفاقهایی ممکنه بیفته. خب مثال بعدی، یه آقای 27 ساله‌ای با سابقه هرنی دیسک لومبار میاد مطب برای فالوآپ. بیمار 3 ماه گذشته حین کار کردن آسیب دیده دیسک کمرش و در اون زمان توصیه شده به درمانهای نان سرجیکال، اندیکاسیون جراحی نداشته، توصیه شده به فیزیوتراپی، انسید در صورت لزوم و ترامادول. بیمار فیزیوتراپیش رو کامل رفته، یه MRI هم گرفته که توی MRI فالوآپش دیسکش به نظر ریگرس هم کرده، ولی خب همچنان توی این ویزیت از درد ناحیه کمر شکایت داره، درخواست افزایش دوز داروش رو میکنه و توی سوابق بیمار که نگاه میکنیم میبینیم توی ماه گذشته 2 بارم به اورژانس مراجعه کرده به خاطر همین درد کمر، با اینکه پزشک فکر میکرده که برای 3 ماه آینده تا فالوآپ مجدد داروی کافی برای بیمار تجویز کرده. این بیمار داروهاش رو زودتر از موعد تموم شده بوده و باعث شده ماه گذشته 2 بارم اورژانس بره و درخواست ریفیل نسخه ترامادولش رو داشته باشه و الان هم اومده و میگه که دارو به من کم دادی، درد کمرم زیاده و نیاز به داروی بیشتری داره. وایتال ساینش نرمال هست. تو فیزیکال اگزامینیشن هم پزشک به نکته خیلی قابل توجهی بر نمیخوره و حالا سوال اینجاست که اپروچ ما نسبت به یه همچین بیماری چجوری باید باشه. خب چالشی که در این بیمار وجود داره این هست که درد یک احساس سابجکتیو هست و ما هیچ سورسی نداریم، یعنی نمیتونیم به MRI خیلی ریلای بکنیم، نمیتونیم به فیزیکال اگزامینیشنمون ریلای بکنیم برای اینکه آیا این بیمار واقعا این میزان دردی که داره گزارش میکنه رو تجربه داره میکنه یا نه مالینجرینگ هست، پاسیبل اوپیوید میسیوز داره. و چالش این کیس هم در همین هست که ما از یه طرف وظیفه داریم و باید درد بیمار رو به طرز شایسته‌ای کنترل بکنیم، از طرف دیگه هم باید جلوگیری بکنیم از سوء مصرف داروها و خب خیلی هم نادر نیست اوپیوید میسیوز یک پدیده نسبتاً شایعی هست که خیلی وقتا هم شروعش با همین داروهایی هست که برای بیمار نسخه میشه و خب یک سری نشانه های خطری هم داریم که ما رو یه مقداری الارم میکنه به این سمت که نکنه این بیمار کیس اوپیوید میسیوز باشه و خب خیلی از این نشانه ها توی این مثال ما هم وجود داشت. نشانه هایی که هست یکی هست که بیمار اونجوری که بهش توصیه شده مصرف بکنه دارو رو مصرف نمیکنه، ریفیل های زودتر از موعد مکرر درخواست میکنه و این ریفیل ها رو از پزشکای مختلفی هم درخواست میکنه. نگاه میکنیم میبینیم 1-2 بارم مطب یه نفر دیگه رفته، 1-2 بارم اورژانس رفته، 1-2 بارم به یه دلایل دیگه ای هستن باز درخواست اوپیوید داشته. یه جا رفته گفته کمرم درد میکنه، یه جا رفته گفته گردنم درد میکنه، بعضی وقتا حتی از راههای غیرقانونی اخذ کرده داروهای مخدر رو و ممکنه یک نشانه هایی از تالرنس و دیپندنس هم نشون بده، یعنی هی دوزهای مصرفش بالا رفته یا وقتی بهش توصیه میکنیم که به جای اینکه هی دارو رو اسکلیت بکنه دوزش رو روش های آلترنیت
پین منیجمنت رو هم امتحان بکنه، میگه که نه، فقط و فقط این دارو. و تازه خیلی از اینها خیلی اسپسیفیک تر هم میگن، یعنی میگن که من ترامادول هم به هم نمیسازه، یا مثلا مپریدین هم به هم نمیسازه، فقط و فقط مورفین به من بزن. این اسپسیفیکلی اون دارویی که میسیوز میکنن رو درخواست میکن. خب این بیمار ما هم درسته که در نگاه اول علائم ساجستیو اوپیوید یوز دیزوردر رو داره، زودتر از موعد داروهاش تموم شده، اورژانس مراجعه کرده، به جای اینکه دوباره نوبت بگیره و بیاد مطب همین دکتر رو مشکلش رو در میون بذاره، رفته اورژانس یه دوبار دارو گرفته، به نظر میاد یه درجاتی از تالرنس پیدا کرده، دوزهای بالاتری برای کنترل دردش نیاز داره و به نظر میاد دیپندنس داره. ولی خب باز هدف ما ایجاد تراپیوتیک الاینس هست با بیمار و در راستای این هدف ما باید اول اطلاعات کافی از بیماران اخذ بکنیم. اون همه بیماران که آخرش مالینجر نیستن و مالینجرینگ باید تشخیص افتراقی آخر ما باشه بعد از رد کردن تمام موارد ممکن. و خیلی از بیماران ممکنه استریت فوروارد این اطلاعات رو در اختیار ما بذارن، یعنی ما به عنوان پزشک نباید این بایاس رو داشته باشیم که لزوما اگه از این بیمار حالا سوالم بکنیم که داروهاتو چجوری مصرف میکنه، یه دروغی به ما خواهد گفت و این هدفش اینه اومده خلاصه این که دارو بگیره از ما. اینجا هست که این مسیر اتصالی، این پریمچور کانکلوژنی که این بیمار الا و للا اومده دارو بگیره و به هیچ صراط دیگه مستقیم نخواهد شد، به تراپیوتیک الاینس ما ضربه خواهد زد. بهترین راه فعلا اینه که همچنان اپروچ پیشنت سنترد داشته باشیم و یک مقداری مطمئن‌تر بشیم که نه آقا واقعا آیا این بیمار کیس اوپیوید میسیوزه یا نه. وقتی باهاش بیشتر صحبت میکنیم میگه که نه آقا این داروام یه بستش که گم شده بود، اورژانس که من رفتم این مثلا توی شهر دیگه بودم، دارومو با خودم نبرده بودم. یعنی ممکنه پاسیبلی اولا ما اشتباه بکنیم، کیس اوپیوید میسیوز نباشه. برای همین بهتره در قدم اول کانسرن های بیمار رو ولیدیت بکنیم. یعنی این بیماری هست که احساس درد داره میگه که من درد کمر شدید دارم. این احساس باید ولیدیت بشه، اکنالج بشه، برخورد امپاتیک باهاش بشه و بعد سعی بشه به صورت نان جاجمنتال و کلابراتیو در مورد نحوه مصرف دارو و میزان مصرف دارو ازش سوال پرسیده بشه و سعی بکنیم اکسپلور بکنیم که با بیمار شروع بکنیم اکسپلور کردن که چی شد که آقا شما دارو زودتر تموم شد و نیاز به افزایش دوز داشتی و دقیقاً چه اتفاقی افتاد. و حتی توی اوپیوید میسیوز دیزوردر هم ما برخورد کانفرانتیشنال هیچ موقع نمی کنیم. یعنی همون اول کار نمیذاریم و بعد میگیم آقا شما انگار داری معتاد میشی خلاصه به این دارو، باید حواستو جمع کنی. این برخورد کانفرانتیشنال هست و معمولاً بیمار رو در پوزیشن دیفنسیو قرار میده که به ندرت اثر بخش هست. یعنی اگه ما بیایم به این بیمار بگیم که به نظر میاد داری به ترامادول وابسته میشی، در واقع به جای اینکه پیشنت سنترد باشیم یک دو قطبی ایجاد کردیم دیگه. یعنی بیمار در یک طرف این دو قطبی داره میگه که آقا من درد دارم، در حالی که پزشک به جای اینکه بیاد و این درد داشتن بیمار رو اکنالج بکنه رفته توی قطب مخالف وایساده و میگه که نه آقا شما درد نداری، شما وابسته شدی. نمیفهم، چون با هم حرکت نکردن و به این پوینت آف ویو نرسیدن، هرچند که احتمالش هست که درست باشه ولی پریمچور هست، کانفرانتیشنال هست و سازنده و کلابراتیو نیست. باز یکی از تشخیص و افتراقهای دیگه‌ای که تو ذهن خیلی از پزشکان ممکنه بیاد اینه که نکنه
بیمار بخشی از علائمشون، بیمارانی که دردهای اسکلتی و عضلانی دارن، بخشی از علائمشون ممکنه علائم خلق و خو و اضطراب و مود پایین باشه. در نتیجه باز پزشک ممکنه اینجا وسوسه بشه که مستقیم بره سراغ این، یعنی یک شورت فیوزی و یه اتصال کوتاهی رو برقرار بکنه و یهویی از درد بیمار بپره روی این که حالا درد رو بدش که خلق و خود چطوره. اینم باز ممکنه این باشه، ولی فعلا پریمچور هست و یک دو قطبی ایجاد میشه که در یک طرفش بیمار داره میگه که آقا جون من درد دارم، کمرم درد میکنه، در حالی که پزشک توی یک قطب دیگه وایساده و میگه که نه درد نداری، شما دپرسی احتمالاً. ببینید هر دوی این دو قطبی ها ممکنه در نهایت درست باشن. اشکال اینها در پریمچور بودنشون در ابتدای رابطه بین پزشک و بیمار هست و الان وقتی بیمار با subjective presenting symptom درد میاد، پزشک هم باید درد بیمار رو ادرس بکنه و وقتی بیمار با ریکوست افزایش دوز دارو میاد، پزشک باید در مورد مصرف داروی بیمار سوال بپرسه. یعنی صرفاً سعی بکنه پیشنت سنترد باشه و وضعیت فعلی بیمار رو اول درست متوجه بشه که تمام پوینت پرزنت ایلنس هم همین هست. وضعیت فعلی بیمار رو ما اکسپلور بکنیم و دقیق متوجه بشیم که چی هست. پس اینکه به صورت پریمچور بپریم روی تشخیص های دیگه مثل اوپیوید یوز دیسوردر یا دیپرشن در حال حاضر اشتباه هست. باز توی جملات آبی رنگ اشکالی که وجود داره این هست که دو قطبی که ایجاد میشه، دو قطبی در تصمیم گیریه. یعنی بیمار در تصمیم گیری اگر دخیل نباشه باز فراستریت میشه. بیماری که میاد میگه که من دوز داروم رو زیاد بکنین، پزشک نمیتونه پریمچورلی وان سایددلی بگه که دوز دارو اضافه کردن دوز دارو به شما کمک نخواهد کرد. این تصمیمی هست که ترجیحمون اینه که با کلابوریشن بهش برسن و یا حتی حداقل امتحان بشه که آیا با کلابوریشن به این تصمیم میرسن یا نمیرسن. اگه نرسیدن بله یک جایی ممکنه نیاز بشه که وان سایددلی پزشک این تصمیم رو بگیره، ولی جاش در ابتدای رابطه پزشک و بیمار نیست. جمله های نظیر این که به نظر میاد درمان دارویی کلا روی شما مؤثر نیست، چون این همه دارو هم خوردی و بازم میگی اینقدر کمرت درد میکنه و چطور روش های دیگر رو امتحان بکنیم. این جمله یک جایی در این دیسکاشن با بیمار جایگاه داره، چون ما گفتیم اتفاقا یکی از ساین هایی که ما تشخیص بدیم آیا این بیمار واقعا اوپیوید یوز دیسوردر هست یا نه، بدبخت درد داره میخواد دردش خوب بشه، این هست که به جای اوپیوید روش های دیگه امتحان بکنیم. آقا روش های موضعی، نمیدونم روش های آلترناتیو مدیسین اینجا یه کاربردهایی دارن، خلاصه اینا رو حاضری امتحان بکنی یا نه. و این سوال یک زمانی جایگاه داره، ولی جایگاهش فعلا که بیمار داره میگه من درد دارم، بدون اکنالج کردن درد بیمار ما نمیتونیم وان سایددلی بگیم که درمان دارویی روی شما مؤثر نبود. پس به عنوان یک قانون توی رابطه پزشک و بیمار، ما اگر بیمار یک درخواستی از ما کرد، ما نباید به صورت پریمچور و وان سایدد درخواست بیمار رو ریجکت بکنیم، چون این باعث شات داون شدن کل دیسکاشن و ایجاد فراستریشن در بیمار میشه و به تراپیوتیک الاینس لطمه جدی میزنه. بهتره اول این درخواست بیمار با یک اپروچ نان جاجمنتال و پیشنت سنترد دیسکاس بشه با بیمار. خب مثال دیگه یه خانم 73 ساله‌ای هست با CHF Congestive Heart Failure که میخوایم از بیمارستان مرخصشون کنیم. هارت فیلر با
reduced ejection fraction هست. 2 مرتبه ظرف 2 ماه گذشته بستری بیمارستان داشته، سابقه ایسکمیک هارت دیزیز، COPD و هایپرتنشن داره. در حال حاضر وایتال ساین نورمال هست، معاینه ریه دیسپنه نداره، رال ریوی سم نمیشه، ادم محیطی نداره و وقتی که متوجه میشه که میخوایم از بیمارستان مرخصش بکنیم، درخواستی که داره این هست که یه چند روز اگه میشه اضافه منو نگه دارید اینجا، با این بیان که میگه درسته که الان حالم خوبه ولی میترسم که به مجرد این که خونه برم دوباره بیمارستان بستری بشم و تجربه این 2 ماه اخیرش هم خب 2 مرتبه بستری بیمارستان داشته. خب توی این مثال در واقع pre-discharge counseling رو داریم و بیماری رو داریم که میترسه بره منزل. هدف ما توی pre-discharge counseling جلوگیری از ریادمیشن بیمار به بیمارستان است که خب برای این کار هم نیاز به آموزش بیمار داریم، گاهی نیاز به یک سری هماهنگی ها با مراکز دیگه و افراد دیگه رو داریم و همچنین نیاز به یک راه ارتباطی مؤثر بعد از ترخیص بیمار از بیمارستان برای فالوآپ بیمار داریم. خب توی آموزش بیمار داروهای زمان ترخیص باید با بیمار مرور بشه، نحوه مصرفشون آموزش داده بشه، هدف داروها رو بیمار بدونه که چی هست، فاکتورهای شایعی که باعث ریلپس میشه باید برای بیمار توضیح داده بشه و یک سری اقداماتی که بیمار میتونه توی خونه انجام بده قبل از اینکه وضعش اونقدی وخیم بشه که بخواد به بیمارستان مجدد مراجعه بکنه و کانتینجنسی پلن ها باید برای بیمار شرح داده بشه. مثلا اگه یه دوز دارو تو میس کردی چه کار میتونی بکنی؟ گاهی نیاز به کوردینیشن آف کیر هست، باید برای بیمار شرح داده بشه که خب نسخش که مثلا تموم شد ریفیلش با چه پروسه‌ای انجام میشه، اطلاعات خلاصه پرونده و دیسچارج اینفورمیشن بیمار باید به اوت پیشنت پرووایدرش منتقل بشه. گاهی بیماران در زمان ترخیص نیاز به یک سری خدمات پیشرفته نرسینگ دارن، این در واقع اسکیلد کیر فسیلیتی هایی که مثلا تزریقات انجام میدن، تعویض پانسمان ممکنه داشته باشه بیمار، ممکن بیمار داروهایی داشته باشه که تزریق وریدی دارن و نیاز به این اسکیلد کیر فسیلیتی ها هست و اینها خب هماهنگی های خاص میخواد با این مراکز. و بعد فالوآپ میتونه فالوآپ تلفنی باشه، میتونه فالوآپ به صورت ویزیت داخل منزل بیمار باشه، میتونه تلمانیتورینگ باشه. آپشن هایی هست که کمک میکنه بیمار کلن از رادار سیستم درمانی خارج نشه. اما بیمار فعلی ما یک بیمار CHF هست که 2 بارم ظرف 60 روز گذشته بستری داشته و مطالعات مختلف نشون میدن که ریت هاسپیتال ریادمیشن برای CHF ریت بالایی هست و خب دلایل متعددی هم داره. مثلا قبل از اینکه بیمار استیبل بشه اگه از بیمارستان ترخیص بشه خب این بیمار برمیگرده، یعنی پریمچور دیسچارج. فالوآپ خوب آوت پیشنت اگه وجود نداشته باشه، اگه سوشال ساپورت، فامیلی ساپورت مناسب نداشته باشه، رژیم غذاییش محدودیت نمک رو رعایت نکنه به درستی، داروهاش رو درست مصرف نکنه، یا کانتینجنسی پلن هایی که باید به بیمار آموزش داده بشه آموزش داده نشه. برای مثال ممکنه نیاز به افزایش دوز بعضی داروها داشته باشه، وقتی مثلا میگن یا مثلا اگه دیدی وزنت داره اضافه میشه، اگه دیدی داری ورم میکنی، اگه دیدی تنگی نفست داره بیشتر میشه، مثلا فلان دارو رو میتونی مثلا لازیکست رو 2 برابر بکنی و خب این به آموزش
بیمار نیاز داره که بیمار هم بدون داروهاش رو چجوری باید مصرف بکنه، هم یه اطلاعاتی در مورد اینکه هر کدوم از این داروها دقیقاً برای چی داره مصرف میکنه داشته باشه که بتونه بعضی وقتها این کانتینجنسی پلن ها رو خودش اجرا بکنه و وضعش خیلی وخیم نشه. توی پری دیسچارج کانسلینگ خب ما باید باز به صورت اوپن اندد اول ببینیم که بیمار ما در کجا قرار داره و یک بررسی مهم بررسی هلث لیترسی، یعنی میزان اطلاعات و دانش سلامتی بیماران هست که لزوماً با سطح سوادشون هم ممکنه ارتباطی نداشته باشه. یعنی باید خلاصه به صورت اوپن اندد ما اکسپلور بکنیم، اجازه بدیم بیمار صحبت بکنه تا متوجه بشیم که چه برداشتی از اطلاعات مربوط به سلامتی خودش داره و آیا توانایی و صلاحیت تصمیم گیری های درست در مسائل سلامتی خودش رو اساساً داره این بیمار یا نه و در چه لولی از هلث لیترسی قرار داره. در این پری دیسچارج کانسلینگ باید به بیماران اجازه داده بشه که صحبت بکنن، نگرانی هاشون رو مطرح بکنن و سوالاتشون رو کامل بپرسن و گاهی ایژوکیشن پری دیسچارج بیمار یک کار گروهی و مولتی دیسیپلینری هست. فارماسیست ممکنه اینوالو بخواد بشه که دقیقاً داروت رو چجوری باید بخوری، با غذا بخوری، بدون غذا بخوری، شب بخوری، صبح بخوری. بعضی وقتا نرسینگ باید دخیل بشن، بعضی وقتا فیزیکال تراپیست نیاز هست که یه راهنمایی‌هایی بکنه. مثلا بیماری که یک عمل جراحی ارتوپدی کرده و الان میخواد ترخیص بشه، خب نیاز هست یه آموزش هایی به بیمار داده بشه چجوری توی منزلش بتونه ورزش بکنه، اساساً چه میزانی از ورزش رو مجاز هست که بکنه و چه میزانی از فعالیت و ورزش رو باید بکنه تا عضلاتش آتروفیک نشن و سلامتیش رو بتونه بازیابی بکنه. پس باید خلاصه کلام این که به بیمار باید اجازه صحبت کردن رو بدیم و این رو میشه در قالب این شعر مولانا هم دید که میگه گوش بده عربده را دست منه بر دهنم. یک سری صحبت هایی از جانب پزشک اگه به صورت پریمچور باشه به مثابه دست گذاشتن روی دهن بیمار و شات داون کردن کانورسیشن و دیسکاشن هست و این خوب نیست. برای مثال خب ما میدونیم یه دلیل شایع ری ادمیشن این هست که بیماران مثلا میرن خونه نمک زیاد میخورن. اینو نباید همینجوری زرتی مطرح بکنیم بندازیم بیرون و کاری هست که به صورت شایع انجام میشه. یعنی سریع دومین دیسکاشن رو محدود به یک دومین خاص میکنیم. مثلا دایت بیماری هست که به صورت جنرالیزه ابراز نگرانی کرده از اینکه آقا من برم خونه احتمال اینکه حالم بد بشه هست. حالا ما اگر به صورت بایاسدار یهویی بیایم بگیم که آها میری خونه نمک زیاد میخوری برمیگردی و فوکوس بکنیم روی رژیم غذایی بیمار، ممکنه یه سری دومین های دیگر رو از دست بدیم. یا همینطوری مثلا بگیم که آها من اغلب دیدم بیمارا تو خونه چون کسی رو ندارن کمکشون بکنه داروهاشون رو براشون بیاره، اینا بیماریشون عود میکنه. شما اعضای خانوادت ساپورتیو هستن؟ اصلا کسی هست تو منزل کمکت بکنه یا تنها زندگی میکنی؟ چجوری هست؟ این سوالا ببینید همشون اپروپریت هستن ولی به عنوان اوپنینگ دیسکاشن پریمچور هستن به خاطر اینکه به صورت پریمچور دارن نرو میکنن دیسکاشن ما رو. ممکنه علت عقده علائم CHF بیمار به خاطر تنها زندگی کردنش باشه ولی ما نباید این بحث رو اینجوری نرو بکنیم. بهترین کار اینه که از بیمار بپرسیم که
خب چرا فکر میکنی وقتی بری منزل نارسایی قلبیت بدتر میشه؟ و اجازه بدیم یه مقداری خودش صحبت بکنه، ببینیم بیشتر مثلا کدوم مطلب رو مطرح میکنه، یا ممکنه چند تا مطلب رو مطرح بکنه. یعنی هم رژیم غذاییشو بگه آقا من تو خونه خودم که مثلا نمیتونم برای خودم غذا درست بکنم، مثلا عروسم میاد برام غذا درست میکنه، این عروس من یه عادت بدی داره، نمک زیاد تو غذا میریزه و منم خجالت میکشم بهش بگم مثلا نمک نریز و اینجوری مثلا. اون وقت ما از این میفهمیم که پس این اتفاقا فامیلی ساپورتش خوبه، مصرف نمکه مثلا مشکله. یا ممکنه برعکس اسپکت های دیگه ای باشه، بگه داروهامو مثلا فراموش میکنم، اینا داروهام تموم میشه کسی نیست بره برام بگیره. میفهمیم که یه مقداری تو این زمینه ها مشکل داره. یه سوال اوپن اندد دیگری که بالقوه میشه از این بیمار پرسید این هست که خب ما به بیمار بگیم که خب الان دیگه وضعیت شما حد اکثر سودی که میتونستی رو از بودن در بیمارستان بردی، چرا میخوای بیشتر بمونی؟ فکر میکنی چه سود بیشتری میبری از بودن در بیمارستان؟ این سوال اینفریور هست به این سوال اوپن انددی که سبز رنگ کردیم و اون این هست که چرا فکر میکنی تو منزل نارسایی قلبیت بدتر میشه. چون این بیمار آلردی به ما گفته اولا که دلیل این که میخواد بیمارستان بمونه اینه که فکر میکنه تو منزل نارسایی قلبیش بدتر میشه. در نتیجه علت این که میخواد بیمارستان بمونه این نیست که فکر میکنه بیمارستان موندن سود بیشتری داره براش، احساس میکنه منزل رفتن براش ممکنه بالقوه زیانبار باشه و ما باید این جنبه رو اکسپلور بکنیم. به اضافه این که کلن توی pre-discharge counseling ما هدفمون این هست که شناسایی بکنیم عواملی رو که بالقوه باعث ری ادمیشن بیمار میشن و این رو با یک سوال اوپن اندد اکسپلور بکنیم. در نتیجه این سوال که چه سود بیشتری از بودن تو بیمارستان میبری، به خاطر این که اکسپلور نمیکنه فاکتورهایی که باعث ری ادمیشن بیمار میشن، سوال مناسبی در pre-discharge counseling نیست. این جمله که ما بگیم که خب اگه آمادگی رفتن به منزل ندارین خوبه باز یه چند روز بری یه مرکز مراقبتی، آسایشگاهی، چیزی تا مطمئن بشی که حالت خوب هست و بعد بری خونه، این هم خب باز هم پریمچور هست هم نادرست هست. چون اولا بیماران CHF نیاز به مراقبت‌های خیلی ویژه‌ای ندارن، نه تعویض پانسمانی داره، نه فیزیوتراپی خاصی هست، نه داروی تزریقی نیاز هست که براشون بشه و مراقبت‌هایی هست که بالقوه در منزل امکان انجامش هست، مگر اینکه بیمار برای ما بگه که من مشکل دارم این کارو نمیتونم بکنم، یا تنهام یا افراد خانواده‌ای که این کارو برام بکنن ندارن و ما اون وقت دنبال چاره‌ای برای این قضیه بگردیم. پس جملاتی که نارنجی رنگ سمت راست مشخص کردیم همشون یه جورایی کلوز اندد هستن، چون یه آپشن اسپسیفیک رو جلوی بیمار دارن میذارن برای دیسکاس کردن، نسبت به جملات سمت چپ که اوپن اندد هستن و اسکوپ دیسکاشن رو واید نگه میداره و جملات کلوز اندد جایگاه دارن در بحث با بیمار، ولی در ابتدای صحبت نیاز هست که ما با سوالات اوپن اندد بحث رو آغاز بکنیم و به فراخور نیاز از سوالات کلوز اندد استفاده بکنیم. خب یکی از جاهایی که حتما نیاز هست ما با سوالات اوپن اندد وضعیت بیمار رو جویا بشیم در شرح حال مسائل جنسی بیماران و مسائل مربوط به سکشوال اورینتیشن هست. توی سکشوال هیستوری
که خیلی وقتها پرایمری کیر فیزیشن ها به صورت روتین باید از بیماران اخذ بکنن برای اینکه یک سری از پریونتیو میجر ها و یک سری از خدمات اسکرینینگ بالقوه بسته به این که جندر آیدنتیتی بیماران چی باشه ممکنه تفاوت بکنه و خیلی مهم هست که این سکشوال هیستوری رو چجوری از بیماران بگیریم که هم اوپن اندد باشه، هم به بیمار بر نخوره، هم باعث خجالت و آن‌ایز و ناراحتی بیماران نشه. و خب یکی از تکنیک هایی که گفتیم در گرفتن سکشوال هیستوری خیلی کمک میکنه نورمالایزینگ هست. یعنی این جمله که بگیم آقا من از همه بیمارام این سوال رو میپرسم، فکر نکن فقط شما حالا چون مشکلت یه مشکل خاصی هست یا ظاهر خاصی داری یا جور خاصی رفتار داری میکنی این سوال ازت پرسیده میشه. همون اول کار برای اینکه بیمار احساس راحتی بیشتری بکنه از این نورمالایزیشن و نورمالایز کردن سوالمون استفاده میکنه. یه نکته که باید رعایت بکنیم وقتی از بیماران داریم در مورد سکشوال پارتنر هاشون سوال میکنیم باید خیلی حواسمون به لیبل گذاری ها یا اسامپشن هایی که میکنیم باشه و بهترین راه این قضیه اینه که ما یک سوال اوپن اندد در مورد سکشوال پارتنر های بیمار و بیهیویر های سکشوالش داشته باشیم. مثلا بپرسیم که تا حالا ارتباطات جنسی که شما داشتیم با چه جنسیت هایی بوده؟ خیلی سوال کلیه هست. نقطه مقابل این هست که مثلا از بیماری به صورت اسپسیفیک بپرسیم، مثلا بیمار مذکر بپرسیم آیا تا به حال ارتباط جنسی با افراد مذکر داشتی؟ یا از یک بیمار مؤنث باز بپرسیم آیا تا حالا ارتباط جنسی با افراد مؤنث داشتی؟ این سوال ما رو از یک سوال کلوز اندد، از یک سوال اوپن اندد تبدیل میکنه به یک سوال کلوز اندد و مشکلی که داره اینه که یک سری از افراد قادر به باینری بودن جنسیت، قائل به باینری بودن جنسیت نیستن اصلا. یعنی افراد رو مذکر یا مؤنث لزوما طبقه بندی نمی کنن. این وسط یه سری افرادی داریم ترنس هستن، یه سری افراد نان باینری هستن. برای اینکه اینها هم اینکلود باشن بهتره که اوپن اندد سوال رو مطرح بکنیم. باز اینکه از یه بیماری بپرسیم شما هتروسکشوالی، هوموسکشوالی یا بایسکشوالی، یک سری آپشن های محدود در اختیارش قرار بدیم، کلوز اندد هست به نسبت اینکه اوپن اندد بپرسیم که کلا با چه کسانی رابطه جنسی داشتی و داری. چون اول بیماران ممکنه قائل به این تقسیم بندی هایی که ما میکنیم و لیبل گذاری هایی که ما میکنیم نباشن و به خصوص توی این قضیه سکشوال هیستوری این لیبل گذاری ها ممکنه جاجمنتال تلقی بشن، ممکنه کاندیسندینگ تلقی بشن. یه اشکال دیگه ای که این جور سوال پرسیدن کلوز اندد داره این هست که یک بیماری ممکنه بگه که آقا من هتروسکشوالم، ولی اگه اجازه میدادی خودش صحبت بکنه میگفت که مثلا بله با همجنس خودم هم یه بار مثلا یا بیشتر چند بار رابطه جنسی داشتم، ولی خب آره نه هتروسکشوال میدونم خودم رو. یعنی این لیبل گذاری ها این موارد رو هم میس میکنه. برای همین سوال اوپن اندد خیلی بهتر هست. باز بعضی وقتا پزشکان برای اینکه تون صحبت رو یه مقداری ملایم تر بکنن به جای واژه ارتباط جنسی از واژه ارتباط رمانتیک میان استفاده میکنن. میگه مثلا ارتباطات رمانتیک شما تا حالا با چه افرادی بوده، در حالی که نیاز هست برای گرفتن شرح حال سکشوال مستقیم از ارتباطات جنسی پرسیده بشه. چون
لزوما بیماران این دوتا مورد رو با هم معادل و یکسان نمیدونن. یک بیماری ممکنه خارج از رومانتیک ریلیشنشیپ هایی که داشته یک ارتباطات سکشوالی هم داشته باشه که لزوما اونها رومانتیک نباشن. برای همین ممکنه که به کار بردن واژه رومانتیک ریلیشنشیپ به جای سکشوال کانتکت خیلی ملایمتر و مؤدبانه تر به نظر برسه، ولی توی شرح حالگیری کار اشتباهی هست. خب برای مثال یه خانم 29 ساله‌ای با شکایت وجینال دیسچارج و خارش ظرف یک هفته گذشته به مطب پزشک مراجعه میکنه. دیسچارج غلیظ و زرد رنگ بدون بوی خاصی داره. بیمار چندین پارتنر داره در حال حاضر و سکشوالی اکتیو هست و ما طبق مسائلی که گفتیم یه سوال اوپن اندد ازش میپرسیم که خب جنسیت پارتنرهای شما چی هستن، که حالا با اینکه همه مسائل رو رعایت میکنیم بیمار یه مقداری ناراحت میشه و میگه که چه اهمیتی داره که چه جنسیتی دارن. من میدونم که این عفونتی که دارم یه عفونت قارچیه و بیشتر اینجا مراجعه کردم که دارو بگیرم براش. حالا چه نیازی هست که شما اینقدر دقیق بشین و سوال بپرسی که جنسیت همه پارتنرهای منو بخوای در بیاری. و سوال این هست که در پاسخ به این بیمار چه اپروچی باید ما داشته باشیم. خب اینجا هست که اون تکنیک نورمالیزیشن و این که ما بگیم که این کاری هست که سوالی هست که من به صورت روتین از همه بیمارانم میپرسم، خیلی میتونه چاره ساز باشه و دیفیوز بکنه سیچویشن رو. به هر حال گرفتن شرح حال جنسی هم برای بیماران یک تاپیک بالقوه اینتیمیت، uncomfortable و بالقوه اینتروزیو هست و هم برای پزشکان هم چندان خب کامفورتبل نیستش. بهترین تکنیک نورمالیزیشن هست، مثل یه جنبه های دیگه ای از شرح حال. همین قضیه نورمالیزیشن رو توی شرح حالگیری در سابستنس یوز هم داریم. این هم حتما باید به بیماران گفته بشه که من از همه میپرسم که شما الکل مصرف میکنی، سیگار مصرف میکنی، مواد مخدر مصرف میکنی یا نه، تا بیمار یه موقع فکر نکنه که این سوالات پرسیدنش از بیمار معنی خاصی رو نهفته داره. یا همینطور بعضی معایناتی که اینتروزیو هستن باز باید از این تکنیک نورمالیزیشن استفاده کرد که این معاینه‌ایه که مثلا توش رکتال، معاینات جنسیتی یا یه معایناتی که از نظر عرف جامعه اینتروزیو ممکنه به نظر بیاد، باید حتما در توضیحشون این نورمالیزیشن رو داشته باشن که یک فضای امن برای بیماران فراهم بکنه تا راحت‌تر بتونیم قبول بکنیم. یک خطایی که نباید مرتکب شد این هست که ما تا خود بیمار نگفته و اسپسیفیکلی عنوان نکرده که آقا من ناراحت شدم، من خیلی راحت نیستم در مورد این قضیه صحبت بکنم، ما نباید به صورت پریمچور اسوم بکنیم که این بیمار ناراحت شده یا راحت نیست در مورد این تاپیک صحبت بکنه. مثلا توی این مثالی که ما گفتیم، خانم 29 ساله‌ای که با ترشحات واژینال مراجعه کرده، این بیمار صرفاً یه سوال پرسیده از ما که چرا شما داری از من سکشوال هیستوری میگیری، با اینکه میدونی و میدونم که عفونت قارچی دارم. و خب پاسخ به این بیمار
باید به پاسخ همین پرسشش باشه که چرا داری از من سکشوال هیستوری میگیری؟ چون یه کار روتینی هست که من از همه بیماران این سکشوال هیستوری رو اخذ میکنم به خاطر اینکه توی کیرشون مهمه. نباید اسوم بکنیم که این بیمار چون این سوالو از من کرد ناراحت شده. اگه این اسامشن رو بکنیم یک دیسکاشن بایاسداری رو ممکنه با بیمار ایجاد بکنیم و اتفاقا این ناراحتی رو ممکنه در بیمار القا بکنیم. یعنی اگه ما برگردیم به بیمار بگیم که من حس میکنم شما ناراحت هستید، راحت نیستید در مورد جنسیت پارتنرهای سکشوالتون صحبت بکنیم و میتونم ازتون بپرسم که چرا خیلی راحت نیستید در مورد این قضیه صحبت بکنید. این باعث میشه که بیمار پوزیشن دیفنسیو پیدا بکنه. عین همون بیماری که گفتیم مثلا بیمار عصبانی هست، این که ما بیایم و این عصبانیت رو به صورت مستقیم ادرس بکنیم و بگیم که به نظر میاد شما الان عصبانی هستی، که بیمار رو در پوزیشن دیفنسیو قرار بده یا از نظر بعضیا ممکنه کاندیسندینگ باشه. اگر هم قرار هست که اولا که این پری اسامپشنی که بیمار ناراحت شده فعلا در این مرحله هیچ چیزی به ما از ناراحتیش نگفته، صرفا یه سوال پرسیده و ما باید اون سوال رو جواب بدیم. ثانیاً بر فرض این که گفته باشه که من راحت نیستم، به جای اینکه ما به این صورت ادرس بکنیم به صورت مستقیم و کانفرانتیشنال که باعث دیفنسیو شدن بیمار بشه، میتونیم اینجوری بیان بکنیم این جمله رو که بله کلن صحبت کردن در مورد مسائل جنسی کار راحتی نیست. به جای اینکه لیبل ناراحت بودن، عصبانی بودن رو به شخص بیمار باز نسبت بدیم، این قضیه رو نورمالایزش بکنیم. پس این تکنیک نورمالیزیشن خیلی کاربردهای متعدد و به درد بخوری در ارتباط پزشک و بیمار میتونه داشته باشه. باز یه کاری که همیشه گفتیم اشتباه هست اینه که موکول بکنیم به زمان دیگه. مثلا بگیم که انگار فعلا شما راحت نیستی در مورد این موضوع صحبت بکنیم، میشه حالا دفعه های دیگه در مورد سکشوال هیستوری شما صحبت بکنیم. این قضیه اشتباهه، چون اولا که سکشوال هیستوری از نظر ما به عنوان پزشک یک بخش لازم و روتین شرح حال هست و به این راحتی نباید حذف بشه، چون بالقوه اطلاعات مهمی در اختیار ما میذاره. ممکنه بیمار ما نیاز داشته باشه، حالا درسته این عفونت اولا ممکنه قارچ باشه یا نباشه که اون هم پریمچور هست که بگیم با بیمار موافقت بکنیم و بگیم که بله منم با شما موافقم که عفونتتون عفونت قارچیه، اینم پریمچوره. ما قبل از اینکه شرح حالمون، معایناتمون و آزمایشاتمون تکمیل بشه نباید این پرسامپشنی که بیمار در مورد تشخیص خودش داره رو تایید بکنیم. ولی خب حالا احتمال قارچی بودن این عفونت هست، ولی به هر حال ما به عنوان پزشک سکشوال هیستوری کامل رو لازم داریم. ممکنه این بیمار عفونت هایی داشته باشه که پارتنرهاش هم نیاز داشته باشن دارو بخورن، بسته به این که جنسیت پارتنرهاش چی باشه و نحوه ارتباط جنسیش با پارتنرها چجوری بوده باشه، بیهیویرهای جنسیش به اصطلاح چی باشه، از چه روش‌های پیشگیری استفاده کرده یا نکرده. تمام اینها تأثیر میذارن. ممکنه یه تست‌های اسکرینینگی از نظر STD ها نیاز بشه برای بیمار انجام بشه و همینطور برای پارتنرهاش. پس تمامی این مسائل نیاز به یک سکشوال هیستوری داره و اینکه ما بدون دلیل اینو موکول بکنیم به یه زمان دیگه مشکلی رو از ما حل نمی‌کنه. یک جواب شایع دیگه‌ای که به این بیماران داده میشه و خب خیلی وقتها پاسخ نادرستی هست، به خاطر اینکه جنبه تهدیدآمیز داره، این هست که ما بگیم که
من تا مثلا شرح حال کامل سکشوال شما رو نداشته باشم نمیتونم به درستی سلامتی شما رو تضمین بکنم، یا تشخیص و درمان شما ممکنه متأثر بشه از این که سکشوال هیستوری کامل رو من در اختیار نداشته باشم. این قضیه یک مقداری حالت تهدیدآمیز داره که بیمار ممکنه حس بکنه که درمانش تحت تأثیر این هست که بخواد این مسائل رو بگه یا نگه، و این تون تهدید آمیزی که این جمله داره باز اون اوپننسی که برای برقراری یک تراپیوتیک الاینس با بیمار هست رو تهدید میکنه. و جدای این باز هم یه مرحله پریمچور هست، چون این بیماری که نگفته که آقا من نمیگم، نگفته که من به شما نمیگم جنسیت پارتنر هامو، صرفا یک سوال پرسیده که چرا از من در مورد پارتنر هام دارین سوال میکنین. سوال ولیدی هست. اگه ما از قبل نورمالایز کرده بودیم و از تکنیک نورمالیزیشن استفاده میکردیم شاید اصلا این سوال براش پیش هم نمی اومد و خیلی کار ما راحت تر میشد. حالا که این سوال پیش اومده ما باید این سوال رو جواب بدیم. این که ما اسیوم بکنیم که در پس این سوال این بیمار در واقع ناراحت شده یا دوست نداره که شرح حال سکشوال کامل در اختیار ما بذاره و بعد این مرحله رو بپریم و بریم سراغ مرحله بعد و بگیم که خب اگه شرح حال سکشوال ندی درمانت به درستی انجام نمیشه، یا من نمیدونم چه تستای اسکرینینگی برات بنویسم، تهدیدش بکنیم، یا بگیم که به نظر میاد راحت نیستی در مورد این موضوع صحبت بکنی، چرا این موضوع ناراحتت میکنه. این چون بر پایه یک پری اسامپشن تایید نشده هست در این مرحله اشتباهه. در این مرحله ما باید جواب بدیم که چرا دارم میپرسم؟ چون از همه میپرسم. اگه بعداً بیمار گفت که نه جواب دادن به این سوال من رو ناراحت میکنه و اکسپلیسیتلی گفت که من جواب نمیدم، اون وقت وارد فازهای بعدی میتونیم بشیم.